الآل نور من سراج محمد، والصحب نثر يديه بالأطياب، رحماء بينهم ولكن في الوغى. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. عزیزان، دوستان، مهتران، بهتران، هر جایی که دنیا که هستید موفق و شادکام و پیروز باشید. میخوام امروز از کسی بگم که همه کسانه، از کسی بگم که هممون دوستش داریم، از آقا و سرورم رسول الله صلی الله علیه و سلم. نمیخوام از اخلاقشون بگم، نمیخوام از خوبیاش بگم، میخوام از خانوادهش بگم. میخوام بگم که پشت چهار دیواری خونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگذشت. میخوام از بهترین و بزرگترین قصه محبت و عشق بگم. بعضیا میگن عشق با پیامبر. بله، خواستم یک دنبال کلمه‌ای بودم که بگم محبت و چی هیچ بید ذهنم نرسید مگر عشق. عشقی که در تصور خیلی ها معنای یا بار منفی گرفته. اما عشق رو اگه میخوای بدونی، بخوای بدونی که بهترین عشق در تاریخ بشریت چی بود، عشق محمد و خدیجه بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اولین ازدواجشون با کی بود؟ با مادر مؤمنان خدیجه کبری. خدیجه چند سال داشت؟ 40 سال. محمد مصطفی چند سال داشت؟ 25 سال. به چه ازدواجی است. خدیجه کیه؟ خدیجه سرمایه دار با نام و نشان در قریش، از یه خانواده مرفه و از وضع اقتصادی بسیار بسیار خوب. محمد کیه؟ یه جوان فقیر قریشی. بله، از خانواده با نسب و با جایگاهی هست، اما چی؟ اما وضع اقتصادی خوبی نداره ها. تا دیروز چوپونی میکرد، الان شروع کرده دست به تجارت زده. خب میخواد کجا کار کنه؟ میاد پیش خدیجه کار میکنه. خدیجه کیه؟ خدیجه اون خانومیه که بله دو تا شوهر کرده بود، هر دو تا شوهرشونی وفات کرده بودن، یه چند تا بچه داره، اما چی؟ هی خواستگار بیا خواستگار برو. و خدیجه میگه نه. خدیجه ای که درشو تو صورت خیلی ها بست، از اون ثروتمندا و از اون خانواده های نجیب و از اون چیای قریش. خدیجه محمد رو میشناسه. کجا میشناسدش؟ تو تجارت. کدوم تجارت؟ محمد پیش خدیجه کار میکنه. خدیجه میسره یه غلامی داره، اونو میفرسته که مواظب محمد باش، چارچشمی نگاش کن، من میخوام که این جوون منو خیلی شیفته خودش کرده، میخوام اینو درست بشناسمش. میسره هم پیامبر رو زیر نظر داره. تو سفراش میگن که 2 بار پیامبر در سفرهای کوچیک بازرگانی خدیجه فرستادش به یمن. باری دیگه تجارت عمده‌اش که به طرف شام بود داد دست محمد، سرمایه کاملش رو داد دست محمد، برو به شام ببینم چی کار میکنی. و میسره گزارش میده خدیجه شیفته پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میشه. خدیجه ای که مردم به طرفش میرن، الان میخواد بیاد به طرف این جوون قریشی محمد ابن عبدالله. یکی از دوستاش نفیس خانمه، میگه نفیس جون، همین محمد کسیه که من دنبالشم. میگه خب میخوای باهاش ازدواج کنی؟ میگه بله، اما چطور میشه راضیش کنم؟ گفت این کارو بذار واسه من. ببینید خانم ها، دخترها، ببینید خدیجه میخواد ازدواج کنه، شوهرشو انتخاب میکنه، اما به چه اسلوبی؟ نمیره تلفن برداره بگه آخ عاشقتم. نه، هر چیز راه رسمی داره. خودشو کوچیک نمیکنه. نفیس خانم میاد کجا؟ میاد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. محمد نمیخوای ازدواج کنی؟ چرا؟ اما
من به هر حال بساطی ندارم، کسی واسه من راضی نمیشه. اگه یه خانم خیلی خیلی خوب واسط پیدا کنم چی؟ نویز خانم میخوایی بزن بدی؟ خب کیه؟ میگه چطوره؟ خدیجه. خدیجه‌ای که من پیشش کار میکنم، بله خیلی خانم نجیبی است، خیلی خانم با اخلاق و پاک دامن و مهربونی است، خیلی عاقل و با درایت است. اما چطور؟ میگه اگه میخوای کارو بذار راز من. نفیس خانم میره و با یک رفت و آمد بین دو طرفین دو طرف رو راضی میکنه. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم با عموشون حمزه میان خواستگاری خدیجه. پیامبر 20 ساله محمد 20 ساله با خدیجه 40 ساله ازدواج میکنه. ازدواجی که 25 سال طول میکشه. در طول این 25 سال ما یه شکایت در این ازدواج نداریم. چیزیست خارق از تصور انسان، چیزیست که شاید من و شما امروز واسمون خیلی سخت باشه شنیدنش، تصورش. اما چی؟ این واقعیتیه، واقعیتی که تاریخ اونو ثبت کرد، واقعیتی که همه با چشمای خودشون دیدن، واقعیتی که خدیجه اون رو نگاشت. بله عزیز خانما، خدیجه رو الگوی خودتون بگیرین، نه فیلمای هندی و ژاپنی و فلان و فلان. خانما، هر که خدیجه استاده شد الگو شد، به هدف رسید. خوشبختی رو میخوای؟ از خدیجه بخوا. بله خدیجه رو باید شناخت. خدیجه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بیشی با خانماش بعدها میگفتن رزقت حبها، من عشق و علاقه خدیجه اصلا از طرف خدا تو قلب من گذاشته شد. واسه چی؟ ببینیم واسه چی؟ فکر کردی همینجور به اصطلاح کشکی اومد؟ نه، خدیجه این محبت رو تو قلب محمد گذاشت. چطوری گذاشت؟ بیا چند نمونه میگیریم از تغییر و تحولات یا از پیامدهای زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. قبل از نبوت پیامبر میرن کجا؟ میرن غار حرا برای راز و نیاز با خداشون. خدیجه تنهاست تو خونه با چند تا بچه. اینا رو کی بزرگ میکنه؟ خدیجه. خدیجه تو خونش مادره، خدیجه تو خونش پدره. خدیجه اداره خانواده رو به دست داره تا محمد مصطفی در فکر اصلاح و ساختار باشه. پیامبر که در خانه است، خدیجه خانه رو پر از عشق و علاقه و سعادت و خوشبختی و راحتی و آسایش میکنه. پیامبر در بیرون از خانه است، خدیجه همه خانه رو داره اداره میکنه که محمد من نگران نباشه. اینه خدیجه. وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نبوت مبعوث میشن، وقتی که فرشته وحی میاد، پیامبر از غار حرا دوان دوان ترسیده وحشت کرده. چی دید؟ جبریل رو دید در اون شب تار. اومد گفت بخوان. اومده میلرزه، میگه زمینونی زمینونی، منو بپوشونید. بعد که آرام میگیره میگه خدیجه من ترسیدم، چی شده به من؟ پیامبر نمیدونه چی شده، از خدیجه میپرسه. خدیجه چی میگه؟ میگه نه 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 نگران نباش. حالا اگه یه خانم دیگه میبود چی کار میکرد؟ همون خوبیش میبود، میگفت خلاص هر چیش هست از همین کوه و از همین تنهایی است، نباید بری دیگه، بار دیگه نبینم باز از خونه بیرون بذاری. یا بهترش میبود میگفت خیلی خطرناکه ها، خودتو تو خطر نندازی، شاید جنی بوده، خیلی از این جور حرفا. اما خدیجه نه 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 نه، کنار محمد میسته. میگه خب ببین امکان نداره خدا تو رو ضایع کنه. تویی که صله رحم به جا میاری، تویی که مهمونداری میکنی، تویی که به ناتوانان میرسی، تو که خدمت میکنی به جامعت، امکان نداره خدا تو رو ضایع کنه. بعد میگه حالا چی کار باید کرد؟ پسر عموم ورقه دانشمنده، بریم پیشش، اون حتما جواب رو داره. خدیجه در کنار پیامبره.
اولین کسی که به پیامبر ایمان میاره خدیجه است. یعنی چی؟ یعنی محمد به پیش، من با تو هم. بعد از اون چی؟ بعد از اون خدیجه شروع میکنه زنها رو دعوت میکنه به توحید. این دین با یه زن و یه مرد شروع شد و امروز به میلیاردها رسید. بله، این خدیجه است. خدیجه ای که در سخت‌ترین لحظات در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، تا پیامبر اعلام دعوت کرد بدترین مشت زده شد به خدیجه. کی زد؟ ابولهب. دو تا از دخترای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، رقیه و ام کلثوم، عقد بودن با پسرای ابولهب، عتبه و عتیبه. ابولهب لعنتی اومد به بچه‌هاش گفت که باید دخترای محمد رو طلاق بدید. در یک روز، در یک ساعت 2 تا دختر خدیجه طلاق داده میشن، زندگیشون از هم میپاشه. به خاطر چی؟ به خاطر دعوت شوهرش. خدیجه چیکار میخواد بکنه؟ دعوا را میندازه؟ نه، کنار محمد مصطفی است، کمکش میکنه. اشکال نداره، راهمون رو ادامه میدیم و موفقیت میاد. بعدش چی میشه؟ عثمان با یکی از دختراشون ازدواج میکنه، با رقیه خانم ازدواج میکنن. بعد چی میشه؟ هجرت به سوی چی؟ حبشه. حبشه کجاست؟ تو قعر آفریقا. کجاست؟ مسیر مجهول، به یک کشوری که نه ما زبانشون رو میفهمیم، نه فرهنگش آشنا داریم، نمیدونیم کجاست، پشت این دریاها. عثمان داماد خدیجه با دختر خدیجه میرن به سوی یک مسیر مجهول. خدیجه چیکار میکنه؟ خدیجه ایستاده است. خدیجه در کنار شوهرشه. خدیجه صبر میکنه. خدیجه رمز صبر، رمز استقامت، رمز خدیجه بودن. بله. بعدش چی؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به بدترین صورت مورد آزار و اذیت قریشیان قرار میگیره. میاد تو خونه، تا پاش به خونه میرسه همه چیز از یادش میره، همه این سختی ها از یادش میره. واسه چی؟ واسه این که تو خونه خدیجه رو داره. مشرکان قریش میان پیامبر رو 3 سال آزگار در شعب ابی طالب میان در حصار قرار میدن، به طوری که مسلمانان نون برای خوردن ندارن، بچه هاشون کودکا مریضند، داد و فریاد و گریه و ناله و همه این صدا از شعب ابی طالب میرسه به مکه. جوون برومند مکه‌ای میره بیرون، احساس میکنه که زیر پایش خشخشی هست، میبینه یه پوست شتریه که سالیان سال مرده، اینو میگیره نرمش میکنه میخوردش. اینقدر در حصار اقتصادی هستن. خب خدیجه چی مجبوره اونجا بره؟ خدیجه که از یک خانواده نجیبه، ثروتمنده، خویشاش همه هستن، چرا بره اونجا؟ نه، این خدیجه است. میره با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در کنار شوهرش همه این سختی ها رو تحمل میکنه. 3 سال آزگار گشنگی میکشه، تشنگی میکشه، سختی ها رو میکشه در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، همه اینها رو تحمل میکنه. اینه خدیجه. خدیجه ای که پیامبر اینقدر دوستش داشت، رزقت حبها، اینه. و پیامبر تا آخر عمرش با خدیجه بود. پیامبر 25 سال رو با خدیجه طی کرد، خدیجه محبت. بعد از اون هم خدیجه تو قلب پیامبر بود. عایشه مادر مؤمنان، دوست و حبیب پیامبر خدا. میگن که وقتی پیامبر چیزی قربانی میکردن، گوسفندی میشستن، فکر میکردن دوستای خدیجه کی بودن؟ فلانی دوست خدیجه بود، فلانی، برای اونا گوش ببرید. عایشه میگه یه وقتی کسی اومد در زد، از صدای در زدن بعد از سالها از وفات خدیجه، پیامبر بیاد خدیجه میفته، میگه خدا کنه حال خواهر خدیجه باشه.
بله میرن در رو باز میکنن، حاله است. پیامبر ازشون استقبال میکنند. خواهر خدیجه اومده، یه پیرزن. پیامبر در یاد خدیجه است. حضرت انس میگه که پیامبر وقتی هدیه‌ای واسش میومد میگفت ببینید اینو برسونید به دوستای خدیجه، به کسایی که روزای خدیجه پیش ما میومدن. خانم اومد، پیرزن مشاله شده. پیامبر میره در آواز میکنه بفرما. این کیه؟ میگن این حسانه مزینیه است. اون وقتا زمانه خدیجه این میومد خونه ما. پیامبر ازشون استقبال میکنه. چطوری حسان خانم؟ بچه ها چطورن؟ خانواده چطوره؟ با این پیرزن وقتشون میشینه که چی؟ این دوست خدیجه بود. وفای پیامبر به خدیجه خودش آیتی است از وفا. خدیجه در زندگی پیامبر خیلیه. خونه است، آرامش، سعادت، در کنار پیامبر است. بله پیامبر به خدیجه تکیه میکنه. تو سختی ها خدیجه دست پیامبر رو میگیره. حالا خانوما شمایی که میخواید خدیجه بشید واسه شوهراتون، آیا زندگی خدیجه رو خوندید؟ آیا دونستید که چطور خدیجه تونست قلب پیامبر رو بگیره؟ این راه خدیجه است. حالا یه میان برنامه با هم داشته باشیم، برگردیم به خانه پیامبر و پشت دیوار چی گذشت. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى